گاهی برای به دست آوردن 1 دقیقه اضافه تر زودتر به رخت خواب میریم یا گاهی برای به دست آوردن 1 دقیقه خواب بیشتر زنگ خواب را دیرتر تنظیم میکنیم. اتخيل انه ممكن ينضاف دقائق لعمرك. يا ترى شو ممكن تعمل بهالدقائق؟ رح تعمل شي خاص او تحتفل بهالدقائق او رح تقضيها مثل باقي ايامك نايم؟ من به شما داستانی از یک سنت قدیمی ایرانی میگویم. شب یلدا. شب یلدا جشنی برای نور و امید در برابر تاریکی و زمستان است. ایرانیان معتقدند که روز 30 آذر ماه خورشیدی طولانی ترین شب سال است. اما چرا؟ لأنه باليوم الأول من شهر دي الشمسي بتوصل الأرض لنقطة بيكون فيها أقصر يوم بنصف الكرة الأرضية الشمالي وأطول ليلة بنصف الكرة الأرضية الجنوبي. والمثير للاهتمام إنه هالليلة بتصير أطول كل ما اتجهنا نحو القطب. در این شب خورشید به دورترین فاصله از زمین قرار می‌گیرد و به همین دلیل طولانی ترین شب سال است. با وجود اینکه این اختلاف تنها 1 دقیقه است، اما ایرانیان آداب و رسوم ویژه‌ای برای این شب دارند. از جمله این آداب چیدن سفره با انواع غذاهای مخصوص این شب. حتی نوع میوه‌های مخصوص این شب نیز وجود دارد، مانند آنار، هندونه، لبو. در این شب خانواده‌ها دور هم جمع می‌شوند و با خوردن هندونه نماد خورشید به استقبال نور و امید می‌روند. و روی سفره شب یلدا همیشه دیوان حافظ یا فال حافظ دیده می‌شود. در این شب خانواده‌ها دور هم جمع می‌شوند و هر کس فال حافظ می‌گیرد تا ببیند در آینده قرار است چه اتفاقی برای او بیفتد. همچنین داستان‌های مانند شاهنامه فردوسی و حکایت‌های شیرین و فرهاد را می‌خوانند. و این گونه مراسم طولانی ترین شب سال در آداب و رسوم مردم ایران برگزار می شود. إذا بتحب تعرف أكثر عن إيران البلد الحلو الجميل بمناطقه ثقافته تاريخه وحداثته تابعنا على خلونا سوا.